واقعیت این است که سفارت در تهران کدام خدماتی که ارائه میکنه یعنی قابل افتخار ما و شما هست که روزانه با هزارها مراجعین داری و همه با اون روز فارغ میشه. این یک دستاورد خیلی بزرگ و شنیدیم که شب گذشته کارمندای سفارت تا 11 بجه شب کار کرده. خب هر روز تا 8 بجه و 9 بجه و 7 بجه تا شب کار کردن این اگه جذبه و اخلاص و دیانت نباشه از حوصله انسان بالا هست. بس ما خوشحال هستیم که شما با این شوق و با این علاقه که داری و همکاری یک دیگر مثل برادر واری کار میکنی. این همی چیزا حاصل مبارزه ما و شما هست که و همینطور یک حالت میخواستیم که تماما مردم افغانستان از هر قوم و از هر منطقه و از هر سمت و از هر زبانی که باشه هر یک خود بیگانه فکر نکنه، احساس ناامیدی نداشته باشه. حالی سعی کدام بین شما الحمدلله اینمی یک مجموعی که در سفارت هست از هر منطقه و از هر قوم و از هر ولایت برادرها هست که خدمت میکنه و از هیچ کسی پرسانم نمیشه که تو از کجا هستی، فقط استعدادش در نظر گرفته میشه و او خدمت سپرده میشه. و شما هم باید شکر خداوند پروردگار با ادا کنی که از شما هم خدمت میگیره. مثل که گفته میشه که منت منه که خدمت سلطان همی کنیم، منت شناس از او که به خدمت گذاشتد. ای که پروردگار عالم شما را به خدمت انتخاب کرده یه احسان خداوند است. شما را قلم داده، شما را استعداد داده، شما را علم داده و یکی سفارت خانه مردم افغانستان هست. در ایران هر کس که باشه ما خب تماما سفارتخانه ها گفتیم که کسانی که تابعالی هم خود مخالف نظام پیلی میدانه و میگویه و اظهارم داره اگر او هم آمد باید خدمتش شود. تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهار. در اسلام تبعیض نیست، تعصب نیست، حسد نیست، اخلاص است، محبت است، شفقت است، خدمت است و امی روحیه باید شما امی کارهایی که تعالی کرده آینده هم ادامه بدید. تا جایی که تعلقات ما و شما امارت اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران تعلق داره، الحمدلله تعلق ما و شما در بهترین حالت قرار داره. سفارت ایران و کنسولگری هایشان در ولایات باز است، فعالیت میکنه. سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری ها در مشهد و زایدان باز است، فعالیت داره. روابط تجارتی داریم و بسیار از پروژه ها کار شروع است که دیگه هم پیشرفت داشته باشیم، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه ترانزیت. چند روز پیش که محترم الله برادر آخوان و یک تیم کلان امرایشان آمده بود، بسیار از توافقات شد. امیدوار هستیم که هسته او هم عملی شود. شما هم باید زیادتر توجه به این مسائل داشته باشید. ما از خدمت شما خوشحال و راضی هستیم و هر خدمتی که از شما می باشه در وزارت یا همینجا انشاءالله با وقت اجرا و ادا میشه و امیدوار هستیم که آینده ما و شما همینطور مال از خدمت و از نیکنامی. حالا الحمدلله که نه کدام خبر رشوت به ما میرسه، نه کدام خبر اختلاس و فساد به ما میرسه، نه کدام خبر واسطه بازی و اقربا پروری میآید. بس همین
چیزاست، همین مکتوباست، همین خواسته هاست که میگه که چطور خدمت مردم شود، چطور خدمت مردم شود، چطور برادر خود خوب کار بکنه. حتی امروز سفیر صاحب همین پیشنهاد روان کرده بود که آل خامینجا کارمنده ما در 2 شیفت کار میکنه، اقل نان شب برش حواله شود، حق و زحمت داده شود. ولی تعالی که کده خداوند برش اجر بیتی. ولی در آینده کوشش میکنیم که همه مشکلات هم حل شود. امیدوار هستیم که همیشه ما و شما همینطور به خوشحالی یک جای شویم، مثل که افغانستان متحد و متفق و آباد معلوم میشه و امن و امان است و مردم خوشحال است و یک جای از یک جایی که به دیگه جای میره. همینجا هم همینطور یک بازا حکیم است، هر کس که میآید احساس بیگانگی نداره. شما در خدمتشان هستی، خداوند به شما اجر میده و نزد مردم هم نیکنامی نصیب شما میشه. از خداوند دیگه هم برای شما توفیق میخواهیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نخست تشریف آوری جناب شما را و همراهان معیتی شما را در جمهوری اسلامی ایران تبریک میگویم و شما در این کنفرانس عزتمند شرکت کردین و بیانیه های شما را شنیدیم که بسیار الحمدلله افتخار آفرین بود که مسئله قضیه فلسطین است و شما در این روزها سخت با ایمان، جرأت و شجاعتی که دنیا برای افغانها قائل است شما موضع گرفتین و بیانیه دادین، سخت برای ما افتخار آفرین بود. جناب وزیر صاحب از شما تشکر میکنیم. جناب وزیر صاحب، همونطور که افغانستان ما یادآور میشیم که لابراتوار نظام های عجیب بود، از شایع گرفته تا جمهوری هایی که ما تجربه کردیم، ولی تجربه های تلخی بود که این ملت سپری کرد. الحمدلله امروز امارت اسلامی افغانستان تحت رهبری امیرالمومنین و اعضای دلسوز فداکار و مجاهدشان و شمول جناب شما و دیگر بزرگایی که نامشان ما نمیگیریم، همین که یاد میکنم کافی است. الحمدلله این نظام پیش میره و ملت مطمئن است. پیشنهادی که ما حضور شما داریم جناب وزیر صاحب، از عمر امارت اسلامی 2.5 سال میگذره. الحمدلله تا نیست اون مشکلات ها و بدنامی هایی که ملت افغانستان دچارش بود فضل خدا از اون نجات پیدا کرده. استنباط از فرمایشات قبلی شما، ما امیدواریم که افغانستان را خانه ملت افغانستان معرفی کنید که الحمدلله با تمام رواداری و دیانت از امارت اسلامی افغانستان لبیک گفت و اطاعت کرد. تعهد، اخلاص، عقیده، این 3 انشالله تعیین کننده است. همکارای شما با این 3 شعار آرسته است. ما با شما وعده میدیم که تا آخرین مرحله زندگی خود با افتخار در کنار شما و در خدمت ملت مجاهد خود هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.